سلام به همه هوادارهای فوتبال. خوشحالم که با کانال 11 بازیکن در خدمت شما هستم. من آرش پارسا هستم. اینجا استودیو 11 بازیکنه. این اولین برنامه‌ایه که ما ضبط میکنیم. امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما بینندگان و دوستان عزیز رو به دست بیاریم. تیم ملی در اردو این دوتا بازی دوستانه رو برگزار کرد. بازی اول مقابل کیپورد 0-0 مساوی. در ضربات پنالتی تیم ملی موفق شد کیپورد رو شکست بده. در دیگر دیدار ازبکستان و مصر به دیدار هم رفتن. ازبک ها 2-0 با درخشش حسام اورونوف مصر با محمد صلاح شکست دادن و به فینال اومدن و رقیب ایران شدن. تا یه بازی تکراری رو باشیم. بازی 0-0 مساوی تموم شد. در ضربات پنالتی ازبک ها موفق شدن برنده بازی بشن و قهرمان تورنمنت العین. تیم ملی تو این دوتا بازی نشون داد که یه سری معایب داره و یه سری مزایا. خصوصیات خوب تیم ما این بود که یه ساختار دفاعی خوب رو داریم، خوب دفاع میکنیم، ولی مشکل اصلی تیممون تو گلزنیه. مشکلی که باید حتما رفع بشه، چون تو جام جهانی ما برای صعود احتیاج داریم که به برد برسیم مقابل حداقل یکی از این تیمایی که تو گروهمون قرار میگیره. بدون برد نمیشه صعود کرد. باید گل بزنیم تا بتونیم بازی ها رو ببریم و به مرحله بعد صعود کنیم. سالی اردانی از بهترین های بازی با ازبکستان بود، به شکلی که حسام اورونوف و کاناوارو مجبور شد تعویض کنه. بعد از اینکه خوسانوف اخراج شد تیم ایران حالت هجومی تری به خودش گرفت، تونست موقعیت های بیشتری رو خلق کنه، ولی خب باز هم مشکل گلزنی تیم وجود داشت تا اینکه بازی به ضربات پنالتی رفت و مشکل اصلی و حاشیه اصلی این دیدار همون ضربات پنالتی بود. انتخاب میلاد محمدی که پنالتی رو از دست داد و انتخاب او توسط مهدی طارمی صورت گرفت. قلعه‌نویی خیلی اعتراض داشت به این اتفاق، اینکه مربی باید تصمیم بگیره نه مهدی طارمی، و این خودش نشون دهنده ضعف مدیریتیه در تیم. امیدواریم که دیگه این اتفاقا نیفته و شاهد اینجور مسائل نباشیم. بریم دوتا بازی رو ببینیم.